سلام دوستان عزیز. ما میخواستم در یک مسئله با شما هم صحبت بشم، فکر و نظر خود ما گپ بزنم. مقصد از این سلسله برنامه هایی که من مثال گپ تحریزی میکنم، مقصد پیشکش شما میکنم، فکر و عقیده خود ما گپ میزنم در مسئله های گوناگون. مقصد یک مقدسات را که مثال ما طول زندگی همچون شعار میدانستم با خودم، همون مقدسات ما میخوام پیشکش شما بکنم. شما همچون گلچین سخن بکنین، هر چیزی که به شما در کار باشه اونا با خودتان مقصد بگیرین، به خاطری که مثال علم در هر کس میشه و علم در یک کس نمیشه. مقصد داننده وضعیت یک انسان شده نمیتواند، جامعه داننده وضعیت میشه و انسان هایی که مثال صاحب علم هستند با اون جامعه هر چیزی را که مقصد به خودشان آموخته با خودشان کسب کرده اند، عهدهدار هستند که با جامعه اونا پیشکش بکنن و قابل قبول اگر باشه جامعه میتواند قبولش بکنه. و از شما ما احترامانه خواهش میکنم بگذار فکر و عقیده شما همچنان باشه که ما همچنین یک برادر بهر خوبی شما مقصد این سلسله ویدیو را مقصد پیشکشی کردنم، این چنین باشه فکر شما. امیدوارم که ما هممون در یک فکر هستیم و نیت خیر داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.